هولبورگ. با قلعه هولبورگ سال 1064 شاه سلجوقی الپ ارسلان لشکر کشید. سلجوقیان هولبورگ را تله و تاراج کردند و این قلعه به یک خرابه‌زار تبدیل یافت. غصب این قلعه برای سلجوقیان به آسانی به دست نآمد. شاید اگر خائنان قصر به سلجوقیان راه نشان نمیدادند، هولبورگ خراب نمیگردید. سلجوقیان با یاری یکی از خائنان قصر آبی که به قلعه وارد میشد سرچشمه آن را بستند. مردم به آب ماندند. این حالت 3 ماه دوام کرد. از این فرصت استفاده برده سلجوقیان دروازه شهر را شکستند. پیش از این هم ملک خوتل دقت شاهان اجنبی را به خود جلب کرده بود. برای آن خوتل دقت شاهان اجنبی را به خود جلب کرده بود که خوتل ملک حاصلخیز و صناعتی بود. کلالگری و کوزه‌گری در این شهر به درجه اعلای خود رسیده بود. مالهای هولبورگ عموماً خوتل در بازارهای آسیا و اروپا همتان نداشتند. تاریخ‌نگار عصر میانگی ابن حیدر می نویسد که شاه خوتل هنگام اسبرانیش در کوچه های این شهر نعل اسب خود را با نمد می پیچانید تا که سنگ فرش هایی که در این شهر کرده بود آسیب نبینند. قصر شاهان خوتلان هولبورگ در سر راه ابریشم جای داشت. تاجران و هنرمندان مخصوصاً از همین راه به قسمت‌های اروپا سفر می‌کردند. مساحت شهر را در ابتدا باستانشناسان 70 گکتار می‌گفتند، اما دیرتر معلوم گردید که آن 300 گکتار را در بر می‌گرفته است. زیر فرش قصر قبرهای سفالین بودند که قصر را در زمستان گرم می‌کردند. قصر از زیر با 6 قطار گرم کرده می‌شد. بدر ترخون را که حاکم این شهر بود عرب‌ها به قتل می‌رسانند. بعد اصطلاح عرب آمیزش دو فرهنگ را در این قصر دیدن ممکن است. در عصر گذشته در این قصر ارکنای غلام و تحقیقات گذرانیده است. سوداگران خارجی از شهر هولبورگ کوزه، طبق، کاسه و چراغ می بردند. تعداد سربازان شاه هولبورگ را تا 50,000 می گویند. میمانانی که از داخل و خارج به نزد شاه می آمدند حتما از نظر گذرانیده می شدند.